با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و ما در برنامه کتابخوان یک صحبت ویژه داریم با استاد سیف الله ملاجان. استاد، با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید و از صحبت قبلی همون 2 سال سپری می شود و کاربران زیادی کتابخوان در اینستاگرام، تیک توک، فیسبوک، یوتیوب بارها و بارها درخواست کردند که بار دیگر شما رو به برنامه دعوت کنیم. یک از سبب دعوت این است و یک سبب دیگر این معرفی کردن تاریخ بهقی است که من سببش رو بعدا توضیح خواهم داد. ولی سر اول بگوید استاد که چه حال و احوال دارید و این شب و روز زندگی رو در شهر عزیزمون دوشنبه چگونه پس سر میکنید و روزگارتون چگونه پس سر میشود؟ سلام و درود بر شما، سلام و درودی فراوان بر همه کسانی که این لحظه ما رو میبینند. سپاس آفریدگار را که خوبیم و در همین لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم در تاجیکستان یک کودک تاجیک به خاک میسپرند و اون یک گروهی بدترین مردمی که امروز در عالم هستند، گروهی فاشیست ها با تفکری فاشیستی فقط به جرم تاجیک بودن میکشند. هیچ جرمی دیگه نه. یعنی انسانی که اصلا قادر به جنایت کردن نیست و حقوقی همه ملل جهان هم او را همچون از درجه مکلفی و تکلیف نزد قانون آزاد کردن. و وقتی که این جوان به جرم تاجیک بودن میکشند، ما با شما در بارها صحبت کردیم، در رسانه ها صحبت میکنیم. من شاید زیاد از 25 سال شد در رسانه های گوناگونی تاجیکستان صحبت میکنم و از این صحبت ها ما طوری که معلوم است مسلم است ما هیچ سودی مالی نداریم و غرض ما جستجوی اودیتوری هم نیست، چون من 30 سال شد در دانشگاه اودیتوری دارم و نیازم به این ندارم. فقط به خاطر نیست که همین هم ملتانی ما آگاه باشند، مردمی ما بیدار باشند، مردمی ما خودشون بشناسند و بدانند که در اطراف آنها در گذشته و حال آنها چی اتفاق میافتد. و من 2 نکته رو میخوام برای شما گفتن. 2 شخصیتی تاریخی که به تاریخ ما تاثیر دارند، به تاریخ ما رابطه دارند. چینگیز وقتی که اومده از همین آسیای میانه تا ایران تا روسیه و همین کشورها تا هند تصرف میکند، در تاریخ نامه هرات میگوید که به فرزندانش سفارش میکند که هر کجا تاجیک یافتید بکشید. این سخن تاریخی عصری 1314 هست که این نمیشه تحریف کردن. یعنی یک سیاستی مخصوصی تاجیک کشی دارد. یا که وقتی که در 100 سال قبل در آسیای میانه تقسیمات ملی صورت میگیرد، رهبری دولت شوروی، مؤسس دولت شوروی، پیشوای و داهی انقلابی های عصر 20 جهان، لنین دستور میدهد، نامه اش است، دستور میدهد که این کشور تقسیم کنید. همین خلق ها رو ذکر میکنند جز خلقی بومی، خلقی از همه قدیم و صاحبی همین سرزمین. یعنی وقتی من 2 شخصیتی که به تاریخ ما اینقدر ضربه زدن و هیمنه فرهنگی ما اینقدر ضرر وارد کردند و اینقدر ما رو به حال تباهی آوردند، وقتی 2 پیشوای تاریخی، 2 قوم، 2 ایدئولوژی این گپ میزنند، ما باید آگاه باشیم، بیدار باشیم که این سیاستی سیاستی مستقیمی تاجیک بدبینی و تاجیک کشی چیزی نو نیست. و مخاطب منم نه لنین است، نه پیروی لنین و نه چینگیز است و نه پیروان چینگیز. مخاطب من خودی هموطنای ما هستند. تاجیک‌ها در تمام روی زمینند که از این چیز آگاه باشند، از این چیز بدانند و مهم است خودشون بشناسند و فرهنگ خودشون بشناسند تا دانند چی خطرهای تهدیدهایی هست. چون هر قوم، هر فردی که تهدید میشناسد و از اطرافش آگاهی دارد، اون عادتا موفقانه با نقشه و بسیار با برنامه زندگی میکنند، پیشرفت میکنند و میدوند که کی در کمینش چی تهدیدهایی وجود دارند. تشکر زیاد استاد. باید به بیننده برنامه کتابخوان و مخاطبان این برنامه کتابخوان و با آنهایی که این برنامه رو میبینند، تماشا میکنند، هم به دوستان، هم به دشمنان و هم به آنهایی که
نگرانی دارم و دیگه برسونیم که استاد و شخصیت‌های مثل استاد که گاه در این برنامه اشتراک میکنن واقعا حرفشون جا دارد که نه یک سود مالی از این برنامه میگیرن و از برنامه‌های دیگر و تنها هدفشون این است که ما آگاه باشیم، بیدار باشیم و خدمتی برای ملت کرده باشیم. اطراف کتاب تاریخ بیهقی و آثار آل سامان تا جایی در این موضوع صحبت میکنیم. و چرا من این کتاب رو انتخاب کردم و از شما استاد تکرارا خواهش کردیم و به قول بزرگ استاد راضی کردیم برای این صحبت آمدن. چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ چون یک کنفرانس بین المللی بود که اونجا شما یک سخنرانی داشتید، سخنرانی آنلاینی درباره کتاب ابوالفضل بیهقی و همچنین در گزیده جمهوریت یک موادی از شما، یعنی یک مطلبی از شما نشر شد و هم یک بار در صحیفتان کاشتید که شناخت بیهقی برای تاجیک شناسی و موضوع تاجیک شناسی ما خیلی اهمیتی ویژه دارد. استاد اول سراول بگوید که چرا ما باید همین تاریخ بدانیم، آگاه باشیم، مخصوصا از خود همین بیهقی و تاریخش؟ چرا استاد؟ برای اون تاریخ می آموزند که شما میدونید که از همه فن، از بین فن‌هایی که در تدریس میشه و تعلیم میدین، یکی از فن‌هایی که همیشه جنبه سیاسی میگیره تاریخ است، یعنی وابسته به زمان. یعنی بسیار فنی آسیب پذیر است. اما در عین حال ببینید از تقریبا 2500 سال این جانب، از اگر هرودوت یونانی و مورخ‌های چینی اگر حساب کنیم 2500 سال شد که انسان هی تاریخ میخواند و تاریخ مینویسد و تاریخ تالیف میکنند. این به خاطر اون است که مردمانی بخردن در هر زمان همین به این نکته رسیدن و این نکته دریافتند که هیچ درسی به اندازه تاریخ عبرت آموز، سبق آموز نیست. یعنی به خاطر سبق می‌آموزد. اما تاریخ بیهقی چرا برای ما تاجیک‌ها مهم است؟ به چند دلیل. یکم بیهقی در روزگار و در زمانی به دنیا آمده است که اون محیط زمانی سامانی بود. یعنی این در 5 سال اخیر، در سال 995 میلادی به چشم عالمی هستی شد. یعنی در زمان به دنیا آمد و رشد کرد و نمو یافت که یعنی اون زمان تقریبا تحت تسلط فرهنگ زمانی سامانی بود و حتی مورخ‌های جهان این نکته را اعتراف میکنن که دولت‌هایی که بعد سامانی آمدن، هم غزنویان در محدوده خراسان و هند، هم خانیان در آسیای میانه و این قسمتی ترکستان، اینها همشون در فضا و در اون محیط زندگی کردند و پرورش یافتند که محیط سامانی بود. این یکم نکته. نکته دوم، بیهقی از نخستین نفران است که این واژه‌ای برای هر یک تاجیک امروز واژه مقدس و ارجمند تاجیک ذکر میکند که این قوم، این مردم، این خلق وجود دارد. و سوم، منسوبیت خودش هم به همین خلق تذکر میدهد، میگوید من و مانند من تاجیکان. و نکته چهارم این است که ما در تاریخ شاید کمتر مورخی داریم که به اندازه و به سطح بیهقی منصف و عادل و در روش تاریخ اینقدر نیکو گفتار و زیبا گفتار باشد. و نکته پنجم این که در زمانی که در دربار سامانیان و در دربار غزنویان تاریخ ها غالبا با زبان عربی نوشته می شدن. ببینید تبری یک تاجیک با زبان عربی می نویسد. مورخ های دیگر هم با تاریخ بخارای نرشخی با زبان عربی است، تاریخ یمینی اوتوی با زبان عربی است و تاریخ های زیاد. بیهقی همین با محبت و اخلاص به زبان این مردم کتاب بنویسد و همین ظرفیت و وسعت این زبان از عربی پایان نمیداند. یعنی همین این دلیل ها سبب می شوند که ما جایگاهی بیهقی را در تاریخ و فرهنگ خود جایگاهی ویژه دانیم و برای او احترام خاص قائل باشیم. یک اشاره شما استاد خیلی واقعا گفتید که این با عدالت می نوشت و مقصد پاکیزه کار و زبان. من فکر میکنم وقتی این کتاب من مطالعه کردم، راستگویی همین انسان که در هر صحیفه قریب نیست تقریبا جایی که قسم یاد میکند که اینا من گفتم و من به این چیز گواه هستم، من بودم در این تاریخ و من به دروغ نیست. و مقصد خیلی آدم فکر میکند که با اون ارقام و دلیل روزی که میارد، یعنی 1000 سال پیش، واقعا یک کیفیت دیگر دارد خواندن و مطالعه کردن این تاریخ. بله، ببینید بیهقی هر وقت که سخن میگوید، همین نکته که شما اشاره کردید، پیوسته میگوید که من وقتی که تاریخ مینویسد از حوادثی که رخ دادن تقریبا 15-20 سال میگذشت و مهم بود که این
یادداشت داشت، یعنی برای خودش در همون زمان این قیدها داشت، یادداشت‌ها داشت و هرچند که در 2-3 جای کتاب افسوس می‌خورد که بسیار یادداشت‌های من بر قصد گم کردند و نابود کردند، چون در یک زمان بیهقی به زندان می‌افکنند و همون نوشته‌ها و بسیار چیزاش نابود می‌شود. این یادداشت‌های او رو در همون زمان نابود می‌کنند و اون دوباره از خاطرات و از دیگر چیز وسیله‌ها پیدا می‌کنند و این ثبت هر چیزی که می‌نویسد مستند است. و نکته دیگر این که این میگه هر چیزی که می‌نویسد میگه من یا چیزی را می‌نویسم که خودم دیدم یا شنیدم از مرد راستگو. بله. و دلیل سوم میگه این است که اگر چیزی هم شنیده باشم از و اون آدم ذکر میکنه، اصلا راوی‌هاش ذکر میکنه که مثلا طاهری مصطفی گفت، فلانی دبیر گفت یا استادم گفت، میگه که با غیر از این که وی راستگو هست من به عقلم بر میکشیدم همون خبره که به عقل جور می آید یا نه. یعنی ببینید چقدر نسبت به خودش سخت گیرانه رفتار میکند و دلیل به همین خاطر ما میبینیم که مورخایی که بیرون از قلمرو ما، یعنی مورخای حتی غیر تاجیک و غیر فارسی زبان هم با نسبت به بیهقی باید احترام صحبت میکنند و اکادمیک بارتل میگه که مستندترین و از نگاهی بیان و ثبت حوادث تاریخی دقیق ترین تاریخی میگود دنیای فارسی زبان همین اثر است، یعنی در جایگاه اول این قرار میده و همین دلیل ها سبب میشوند که این کتاب محبوبیت پیدا کند. و یک نکته دیگر این که ما کمتر مورخی داریم که از خودش هم انتقاد میکنن. وقتی میگه من به زندان افتادم، میگه مرا نیز در این کار گناه بود، یعنی من خودم هم گناهی کردم که به زندان افتادم. کی این گپ میگوید؟ حتی ما مثلا همین حوادث 40 سال اخیر تاجیکستان ببینید، ما بسیار شخصیت‌ها دیدیم که در حوادث سیاسی نقش داشتن، نقشی بعضن حتی منفی هم داشتن، لیکن وقتی کتاب نوشتن در کتابشون میبینیم که میگن تمام دنیا گناهکار بود غیر از اون مؤلف. چندین کتاب ما داریم. ما با این تفکر، با این جهان بینی و انسان دوستی، مورخی که میگه من خودم هم گناه داشتم که به زندان افتادم. و باز نکته دیگر این که این در زمان زندگی میکند که اگر به اصطلاح امروزه گوییم سنزوره بسیار شدید بود، نه هر چیز اجازه چاپ میافت و در گذشته بیشتر همون کتاب های خصوصا در این قسمت های شرق در سرزمین های ما کتاب های اصلا پروانه چاپ میافتن، اجازه چاپ میافتن که درباری حکومتی همون زمان این کتاب ها رو تایید کند و حتما با نام یک شاه، با نام یک حاکم و با یک نفر، با یک آدمی صاحب نفوذ باشد که او مهر تایید گذارد، کتاب نشر کند، توزیع کند و این کتاب ماندگار شود. یعنی از همین این سختگیری ها و از همین این چیزهای بسیار ریز و تند و بسیار فاصله های بسیار گناه و مرحله های بسیار جدی این کتاب گذشته است. و البته جایی بسیار تاسف است که ما از 30 جلدی که ذکر میکنند همزمانانی بیهقی که ما دیدیم این 30 جلد تاریخی خاندانی سبکتگین یا خاندانی غزنویان نوشت، ما در مجموع 5 جلد، یعنی از 5 یک قسمت این کتاب داریم. شما تصور کنید این از 5 یک قسمت این کتاب داریم و این کتاب چقدر هم‌آوازی و چقدر تاثیرگذار در تاریخ نگاری ماست. و یک نکته دیگر من برای شما بگویم که در همین دوامی تقریبا 30 سالی که من با این کتاب سر و کار دارم و این کتاب می آموزم و از این کتاب خودم می آموزم و تحقیق میکنم، بارها با دانشمندانی دو کشوری همزمانی ما، با برادرای افغانستانی و با برادرای ایرانی ما صحبت میکنیم. اصلا این کتاب در محیط این دو کشور چنان معروف و چنان محبوب و زیاد مشهور است که اصلا من کم دانشمندی ساحه ادبیات و تاریخ و هنر دیدم که اصلا این کتاب نخونده باشد. یعنی بسیار چیز. و نکته دیگر برعکس، وقتی که من این کتاب 10 سال مقدم با الفبای امروزی تاجیکی آماده میکردیم و از همین کتاب من تقریبا حدود 100 نسخه به دوستان و به رفیقان و به هوادارانی همین زبان هدیه کردم. تنها یک نفر من دیدم گفت من این کتاب خواندم،
با همون خط فارسی نشر امسال تهران گفت 10 سال یا 15 سال من تنها یک نفر دیدم گفت که این کتاب من خواندم. انگار شما ببینید ما این کتاب در 70 سال حکومت شوروی نشر نکردیم، در 30 سال یک بار نشر کردیم، در حالی که در همین در ایران شاید این کتاب تا امروز من تا جایی که دیدم شاید 10-12 نشری که من دیدم در دوام مثال می میگم حدود 70 سال نشرهایی که من دیدم و همین نشرها من ندیدم. یعنی این کتاب خیلی نشر زیاد دارد و جایگاه این کتاب ببینید یک نفر این کتاب وقتی که میخواند اینقدر پسندش میاد که این کتاب به عربی در مصر ترجمه و نشر میکنند. بله. با زبان روسی حاضر میگم برای شما چند سال قبل 63 سال قبل یک بار در تاشکند یک بار در مسکو این کتاب ترجمه و نشر می شود. یعنی با زبان روسی چرا با زبان روسی نشر می شود؟ اونا چی میخواستن از این کتاب وقتی که به تاریخ ما به فرهنگ ما قدر نگران و روس‌ها چرا اینا ترجمه کردن نشر کردن؟ ببینید یک نکته هست، ملل پیشقدم دنیا در نشر کتاب تعصب ندارن. اگر شما گویید که شاید درباره روس‌ها روس‌ها فقط یک کلمه دارد، میگه که بیهقی میگه که ما همین سمت مازندران آمدیم و در این بحر خزر اونا دریا میگن دریای خزر میگه دیدیم که کشتی‌های روس میگذرن. یک جام کلمه میگه کشتی‌های روس، اما این به خاطر هم شاید به خاطر همین یک جام کلمه، لیکن به خاطر جایگاهی که این کتاب در سرنوشت 10 سالی منطقه عظیم از ایران تا هند و تا حدود امروزی آسیا میانه و امروز قلمرو امروزی افغانستان دارد و همچنین باز دیگه میگم ملل پیش قدم دنیا در نشر و ترجمه و توزیع کتاب ها مرز و بوم و تعصب نمیشناسن، نشر میکنن. من حتی میتونم برای شما یک مثال آورم. شما اگر کتابی سفرنامه احمد فضلان بخوانید، این یک سفیری درباره بغداد به ملک والگا و روس است. این میاد در بخارا، امیر بخارا قبولش میکند، بعد مبلغ سفرش میدهد، این میبیاد. همین سفرنامه مختصر است. این درباره همین مردم روس سخنای بسیار سخنای حتی زشت دارد. لیکن من دیدم سال 1938 همین کتاب نشر ترجمه و نشر کردن، نگفتن که این مورا اینجا گفته، حتی 3 نقطه هم نموندن، همون گپا رو آوردن. چرا؟ باری دیگه میگم برای اینکه تاریخ طوری که ما بعضی از ما امروز فکر میکنیم که تاریخ به خاطر فخر و افتخار، نه، تاریخ برای افتخار و فخر نیست، تاریخ برای سبق آموختن است، برای عبرت گرفتن است. یک ملت وقتی که جنبه های ضعف خود، آسیب پذیر خود میبیند در تاریخ آینه است، میبیند و اونو تکمیل میکند، اسلام میشود، اون ملت سرافراز میشود. یعنی باید از اینکه یک مور بد میگویند باید ما بدانیم که ما رو چی میگویند. اصلا شاید درست گفتن، با این خاطر ما بیشتری تاریخ ها رو میبینیم مثل آینه اند. اگر آینه صورتی من یا بینی من کج نشان داد، من باید از بینی خودم یا از چشم خودم که کج است ناراحت باشم، از آینه نه. استاد چون درباره این کتاب بسیار سخنهای خوب گفتید، بیاد برویم داخل کتاب و شما یگانه به فکرم تاریخ نگار هستید که بارها گفتید که تاریخ عبرت است، نگفتید تاریخ سیاست است، نگفتید تاریخ دیالوگی است و هنوز هم دارید میگید که تاریخ مثل یک آینه است که از اون باید سبق ها را بگیریم، کمبودامون و ضعفمون را اصلاح کنیم و شاید اون وقت به پیشرفت و به قدرت میرسیم. بیا بریم داخل استاد کتاب ابوالفضل بیهقی، شاید اونایی که نمیتوانن خونده، چون یک کمی مشکلی هم هست برای اونها که تنبل هستن یا که این بزرگی کتابا میبینن، بریم از داخل کتاب هم سبق‌های بیهقی را بگیم که شاید یک پند گرفته باشیم. استاد کتاب شروع میشد مثل اینکه نه باب یک بابی سخن یک شروع میشد از یک حادثه‌ای که همین هورای خوتلی به مسعود مکتوب مینویسد. و چرا مثلا خیلی از اینجا شروع میشه، مثل اینکه گویا بریده شده است این کتاب. و از اینجا شروع میشود و میرود این به برادرش مکتوب میکند، بیاد میگه که اینجا حکومت مرکزی را مثلا با محمد دادن از دست تو میگیرن، این حکومت ها. از اینجا شروع میشه. استاد اینا نکته اتفاقا یکی از سبب هایی که نفرایی که میخونن این کتاب مقدمه همینطور شروع میشه، بعضی آدم‌ها تعجب میکنن و شاید چندین نفر با من گفتن که حتی نفرایی که خواندن این کتاب گفتن که ما یکم و دوم بار که میخوندیم میگذاشتیم بعد. چرا؟ چون معلوم نیست این برای چی شروع میشه. این سببش معین، از 30 جلد این کتاب 5 جلد موندن و اون 5 جلدی که بخشیده شدن به سلطنت مسعود و
به همین خاطر این کتاب حتی تاریخ مسعودی هم میگویند، دو نام دارد، تاریخ مسعودی میگویند یا به نام خودی مؤلف تاریخ بهقی میگویند. آنچه که گفته شما شروع میشود جای بریده شما خمانده است که وقتی که محمود میمیرد، این محمود یک پادشاه بسیار قدرتمند، یک استراتژی بسیار ماهر، یک پادشاهی شاید در قطار 5 پادشاه، 5 فرمانروای مشهوری تاریخ ما این باشد. وقتی که این در 1 سال 2 سال آخری عمرش این به بیماری گرفتار شد و بسیار میگن که بسیار دلتنگ بود و فرمانهای عجولانه میداد و یکی از کارهایی که کرد این بود که برخلاف کاری که 2-3 سال قبل کرده بود، در بین دو پسرش محمد و مسعود، اول مسعود که بسیار پهلوان بود، معروف بود، او را نایب خود تعیین کرد، یعنی وارث تخت و تاج. اما در چند حادثه سبب شد که و درباری هم البته در محمود تاثیر گذاشتن که مسعود در 2-3 ماه آخری در حیات بودن مسعود کنار زد و پسری دومش که محمد بود، او هم پسری تقریبا از مسعود 1 سال 2 سال خورد بود، لیکن او نسبت به مسعود اون قدرت مسعود، اون جسارت مسعود و اون جنگاوری مسعود نداشت، این تعیین کرد. و وقتی که این میمیره در شب او را دفن میکنن، به خاطر اینکه پادشاهی نو به قدرت نرسیده، مردم نفهمند، فقط هم دایره محدودی دربار آگاه میشوند، هیچ کس دیگه دربار، هیچ کس نمیمونن به دربار وارد شود و نه از دربار خارج شود. همون شب مسعود در امروزه حدودی رای ایران، یعنی نزدیک تهران امروزه بود، محمد در گوزگانان در امروزه جوزجان در قلمرو افغانستان نزدیکتر به غزنین بود. اینا مکتوب میکنن که تعجیلا برگرد با تاج و تخت گیری. همین زنی که شما نامش گفتید، ما ذکر هره خوتلی، این خواهر مسعود است، خواهر محمود و عمه مسعود است. این برای چی هره خوتلی میگن؟ محمود یک عادت داشت در حکومت، به خاطر آنکه ولایت هایی که بسیار مهمند کوشش یا میلان مرکز گریزی نکنند، با اونها رابطه ازدواجی دربار، یا دخترشون میگرفت، یعنی دختر یا خواهر اون یکی از اونها رو به زنی میگرفت، یا دختر یا خواهرش به اونها به زنی میداد. یعنی توسط بستن عقدهای سیاسی ارتباط کشورها رو نزدیک میکرد و چند منطقه مهم با همین منوال بود. یکی از جمله خوارزم بود که به همین خاطر اینکه پادشاهی خوارزم یزنش کشتن لشکر کشید، و یکی ختلان بود. ولیکن همون حاکم خوتل که شوهر خواهر یا دامادی محمود بود میمیرد و اینا برمیگردانند به غزنین و این در دربار با محمود بسیار نزدیک بود، با مسعود خیلی نزدیک بود. این دیگه در دربار نامش دیگه نمیگرفتن، گوهره میگفتن هره خوتلی. هره به معنی یعنی زنی آزاد، خوتلی یعنی عروسی همون حاکم خوتل. این زن بسیار زنی تاثیرگذار بود و ببینید چه خیلی دلاور است که و چه خیلی باسواد است که از نامه همون شروع می شود. این پنهانی آدمای نزدیک داشت، پنهان از چشم درباریان نامه می نویسد. این بسیار در امور دولتداری دخالت میکرد، در امور دولتداری فکراش میگفت و این به خلاصه میرسد که این برادرزادش محمد از عهده اداری دولت نمیبراید، برخلاف رأی محمود، برخلاف اون درباریایی که این کار کردن. نامه می نویسد به مسعود، یعنی از این نامه شروع میشه، میگه که برادرم سلام، تو میدونی عمت چقدر میگه تو را دوست میدارد. شب میگه، همین شبی که من حاضر نامه رو به تو می‌نویسم، چند لحظه پیش پدری تو میگود برادری من محمود جهان ترک کرد و ما همه در سوگ و در عزا نشان ما را، و میگود چند ساعت پس او حتی هنوز دفن نکردن، میگود چند ساعت پس او رو میبرن در یک باغی دوست داشته داشت محمود، در باغ فیروزی غزنین دفن میکنن و هنوز دفن نکرده برای آوردن برادرت رفتن به گوزگانان. و تو میدونی من تو را چقدر دوست میدارم و تو میدونی که این برادرت از عهده اداره دولت نمیبراید و ما و مانند ما سرپوشیدگان، ما عورت میگوییم، میگه سرپوشیدگان، یا اگه اصطلاح دیگه داریم ما زنان ضعیفان میگیم، میگه ما سرپوشیدگان همه در موندیم، کاری نکن که ما به صحرا افتیم و ما بی صاحب مانیم. هر کاری که داری میگود فرو گذار. اصلی میگود کشوری ما خراسان است و غزنین، دیگرها همه میگود فر است، به فر نگرای میگود، به اصل گرای برگرد و ما را بیا صاحبی کن.
و وقتی که نامه رو میخونند مسعود بند بود، چون محمود چند تقریبا 7 ماه قبل از وفاتش ولایت رای تصرف کرده بود، به خاطر اینکه این کشور با تصرف اداره کنه، چون در اونجا بویهیان هنوز قدرت داشتن. پسرش گذاشت که تو این مرز است، اینجا نگاه دار. این هم همه کاراشو و طوری که بیقی میگود. اینم وقتی که میگود همون شب وقتی که نامه رسید به این نام پنهانی، درباره نزدیکا رو دعوت کرد، گفت که پدرم گذشته شد. گفتن چیکار میکنیم؟ همه گفتن که البته ما باید حرکت کنیم. گفت برادر ما گفتن به ما کردن این کارو، ما باید حرکت کنیم. خلاصه شروع میشه تاریخ بیهقی از حرکتی در نزدیکا رو دعوت میکند و یک خیر خوشی مختصر با همون اهل رای میکنن، میگه که من جانشین میگذارم لیکن برمیگردم، شما در نبودین من، و حرکت میکنن میبیاد. و همین از داستانی حرکت کردنش از مثال رای به تارم، از تارم میبیاد بعد به نیشاپور، بعد همین خیلی شروع میشد ادامه میکنه. این واقعا یک اصطلاح میگم که بانوی سیاست استاد، همین کلمه بانوی سیاست تصور میکنید 1000 سال پیش یک زن در همون مثلا درباره محمودن که ما از بعض تحقیقات رو درباره تیره و تاریک میخونیم و یک عقیده‌های اصلی میونگی میگیم، وقتی اون مکتوب شما میخونید، اون استراتژی رو میبینید، میگید که چقدر اینو مثلا دانش و فضل در استراتژی است. دقیقاً وقتی که ما یکی از نقص ها، یکی از کمبود های تاریخ ما این است که تاریخ ما تاریخ مردانه است. ما بسیار به ندرت در تاریخ های فارسی ما جایگاه زنان ذکر میکنیم. چرا؟ چون همون فرهنگ سنتی منطقه ما اصلا مردمی تاجیک این بود که از زنها نه اینکه خودشون حتی نامشون و ذکرشون هم گویا که چیزی حریم بود، جز به ضرورت نگاه نمیگفتن. یک زنی که خیلی تاثیر دارد یا یک نفر میخواست چیزی ذکر کند اصلا، و بیهقی هم البته این چیز مراعات میکند، رعایت میکند، لیکن در چند مورد زنانی تاثیرگذار ذکر میکنند. و شما درست فرمودید، یکم دانش این زن، سواد این زن، و در چند جای دیگه میگه که این زن غیر از اینکه دانش داشت و این زن غیر از اینکه دانش داشت و غیر از اینکه باسواد بود و تاثیرگذار بود، میگه که این زن یک ویژگی دیگر داشت که میگه بسیار پزنده بود و میگه خوراک‌های خوب میپخت و میگه یک مسئله است که میگن که دل مردها به معدهشون نزدیک‌تره، یعنی با وسی خوراک‌های متنوع میپخت. به مسعود میگفت میداد و مسعود هم وقتی میگه این خوراک‌ها رو از جمله سمبوسه رو میگه میخورد و گپوش گوش میکرد. ببینید یک زن چقدر کیاست و فراست دارد که با راه‌های گوناگون به برادرزادش تاثیر میگذارد. سخنان شهادت میدهد که بعضی زنها چقدر زنهای خردمندن در تاریخ ما و چقدر تاثیر دارند. خلاصه کلام وقتی که حرکت کرده می آید به نیشاپور، به نیشاپور رسیده نرسیده، یعنی در بین نیشاپور بود که در این بین 1-2 ماه 3-4 ماه میگذرد تا این حرکت میکنند با لشکر با اینها. خودی درباره غزنویان میبینن که اصلا محمد اهل اداره مملکت نیست. این یک آدمی خوشگذران، یک آدمی عیاش، یک آدمی میگسار و مهمتر از همه ترسو و ضعیف هم و ضعیف است. و یک نکته دیگر و همون خزینه را که ببینید که پادشاه ها به خاطر اینکه خزینه جمع کنن یعنی خصیصی میکنن که به هر جا پول صرف کرده. این همون پولی درباره که پدرش جمع کرده بود از جنگ های هند و از این و از آن، به لشکران و میگوید که به تاجیکان و به ترکان تقسیم کردن، میگرد که شما من نگاه دارید. خودی افرادی که بعد یک بگذشت نیست چرا میبینن که اصلا این یک ایمپری غزنوی، یک ایمپری بود. هند، ایران، حدود امروزی افغانستان و قسمی از آسیا میانه این اداره کردن نمیتواند. خودشان به خلاصه میرسن که این کشور بس و نکته دیگر دیدن که اصلا مسعود نامه نوشت، گفت برادر بیا این کار کنیم، این کار کنیم، منم میایم، گفت بیا تقسیم کنیم. اینا فهمیدن که مسعود میاد و مسعود در جنگ و در این نبرد و در این اهل معامله و شوخی نیست. اینا به خلاصه رسیدن که ما این جانبداری کنیم، پگه ما رو تباه میکنن. خودی همون مردم کیها بودن؟ آدمایی که تاثیرگذار در نسب همین محمد. علی دایی نام، دایی یعنی تقا، علی دایی نام یک خویشاوندی همینا تقای همین محمد اینا بود، علی خویشاوندش میگفتن، و حسنه که وزیری آخرینی محمود، اینها بودن. خودی همینا به خلاصه رسیدن که این نمیتواند. این اومدن در مصلحت کردن، در وقتی مستش بند کردن، رفتن در قلعه زندانی کردن و به مسعود نامه نوشتن. نامش هم آورده است که زندگانی خداوندی عالم دراز باد و اینا. ما به خلاصه رسیدیم که این نمیتواند، تو
سلطان مایی، ما در اطاعت تویم، تو دیگه نگران نباش، اصلا کار یک رویه شد، بیا همه تاج و تخت و شهر غزنین انتظاری تو. صد یکی از ویژگی هایی که در همین تاریخ بیهقی است، بسیار با افتخار از اون بیهقی یاد میکند و بسیار تمجید میکند، استادش است. مثلا اینا چی کار بودن؟ وزارتی که اینا کار میکردن کارش چی بود استاد؟ که اینجا مثلا از این سیر آگاه بودن، از مکتوب نویسی آگاه بودن، عموما همین دربار چیزی میگذشت، میگه استاد من و من آگاهی داشتیم از درباره استاد بیهقی و خود همین بیهقی چی کار میکردن. اگر ما همین قهرمانای یا پرسوناژ های این اثر اگر ذکر کنیم، وقت بتام 100 تا بیشتر، این بیش از 100 شخصیت اینجا ذکر شاید زیادتر، لیکن چند نفری که نکته های کلیدی ان. البته در محور سلطان مسعود است، در اطراف سلطان مسعود چند نفری ان که بسیار تاثیرگذارن. البته این نفرها بعضیش بسیار جنبه مثبت دارن، بیهقی با آنها با احترام ذکر میکند، بعضیشون هم نکوهش میکنند از دیدی خودش. یکی از این شخصیت‌ها در شما اشاره فرمودید همین ابونصر مشکان است. این ابونصر مشکان سرداری دیوان رسالت بود. شما از زبان سامانیان میدونید ما دیوان سالاری سامانیان انتقال یافت، طوری که دانشمندان میگن همش انتقال یافت به غزنین. یعنی برای چی غزنویان اینقدر فقط به خاطر این جایگزینی سامانیان شدن؟ نه، اینها به سنن سامانی، به اون رسومی که سامانی‌ها گذاشته بودند و بسیار رسومی عجیب و مکمل بود، بسیار احترام داشتند و همون انتقال دادند به غزنین. و اصلا همه نفرایی که در دربار سامانیان کار میکردن، اصلا اینو محمود دعوت کرد، همتون بیاد که من گفت به شما نیاز دارم. حتی وزیرای اولش در خدمت سامانیان بودن. یکم همین ابونصر مشکان بود و همین دیوان سالاری که از اشاره کردیم، چند دیوان مثلا در زمان سامانیان 12 دیوان، بعضی ها 10 میگن که 12 دیوان ثبت شده است. و در زمان غزنویان هم این دیوان ها با کمی افزونی و کمی وجود داشتند. اما چند دیوان بسیار مهم بود که گشته و برگشته بیهقی آن را یاد میکند. یکی دیوانی خودی وزیر بود، یعنی نفری دوم بعد از سروزیر بگیم. بله سروزیر وزیر بود که مثلا وزیری که بیهقی از او یاد میکند این حسن میمندی بود. حسن میمندی یک شخصیت بسیار تاثیرگذار، یک شخصیت بسیار بانفوذ. این در زندان بود، محمود این زندان کرده بود، مسعود بر مقابل پدرش عمل کرده. اولین کاری که وقتی شنید که کار یک رویه شد، نامه نوشت. حتی این بردن در زندان در هند، در یک شهر هندی گفت که تعجیلا حسن میمندی را آزاد کنید، با کر و فر و با همه چی بیارید، من با اون نیاز دارم. و اینا اومدن در بلخ اینا به هم دیگر واخوردن و گفت تو وزیری منی. این هرچند خواهش کرد که من سوگند خوردم دیگه نمیکنم، گفت من همین سوگندات جبران کفاره میتیم، تو باید قبول کنی، وقتی تو هستی من. این شخصیت است. این شخصیت بیهقی اینقدر احترام میکنند که وقتی که وفات میکنند، بعد از یک و نیم سال وفات میکنند، اینقدر دانش و خرد او رو میستاید. بیهقی میگه که با مرگ او بزرگی و درایت و کفایت بمرد. بیهقی میگه. نفر دوم همین ابونصر مشکان، این سردار دیوان رسالت است، دیوان مکاتبات. اگر به زبان امروزه گویم تقریبا میشد وزارت کارهای خارجی، یعنی تمام مراسلات دربار با داخل و بیرون هماهنگ میکنن، نامه مینویسن. و سردار این دیوان تنها آدمای دبیرای بسیار دانشمنده که یک زینه‌های گوناگون طی کرده باشند. حتی بیهقی حتی بعد از 19 سال در نزد همین کار میکنند، 19 سال سابقه داشت. وقتی که بیهقی ابونصر مشکان وفات میکنند، میدونید مسعود چی میگه؟ میگه که بیهقی در اون زمان تقریبا نزدیک 40 ساله بود. میگه دریغ که تو کمتر جوانی، بله. یعنی ببینید چقدر مهم است تجربه در دولت داری. میگه که تو اگر جوان نبودی من تو رو میگماشتم، اما به خاطر جوانی کمی دیگه کار کن که بعد بهتر من تو رو. و وقتی که همین شخصیت که این برای چی این استاد میگه، استاد اون زمان فقط به معنی کسی که نزدش درس خوانده نیست، نفری که بالاتر از شما هست، یعنی رتبه اداریش و شخصیت بسیار یعنی در جای خودش است، یعنی آدمی که در جای خودش است و از شما از وی فراست، شما از وی دانش، شما از وی تمکین خرد می‌آموزید. و این شاید گفتن توان که از همه شخصیتی که بسیار نیکنام است و جز به نیکی یادش نمی‌کنند بیهقی همین ابونصر مشکان است. و وقتی که ابونصر مشکان میمیرد، بیهقی میگه که من بنشینم و قلم را لخت برو گریانم.
یعنی بله. میگه قلم من گریانم در مرگ این، در مرگ این میگه در مرگ این محتشم. این شخصیت دوم. و شخصیت سومی که ذکرش باید ما کنیم، من فکر میکنم این ابو سهل زوزنی این است. بسیار نسبت منفی است، چهره منفی است در کتاب. این دقیقاً مخالفی ابو نصر مشکان است. این اگر ابو نصر مشکان وقتی مصلحتش میپرسد، برها مصلحتش میپرسد، این ابو نصر مشکان میگه که من منفیتم شاید این باشد، اما منفیت دولت این است. اینها اندیششون بیشتر برای دولت است، برای اینکه حکومت ضرر نبیند. اما زوزنی برعکس، زوزنی با راه‌های گوناگون یک آدمی بسیار چاپلوسی هم میکنند. یک آدمی چاپلوس است، یک آدمی دروغگو است، یک آدمی شیاد است، لیکن با همین وسیله ها به قدرت میرسد و وقتی شخصی چون میکند کارا و اکثری کارهای میکند همون نقار میگیرد. مثل داستان حسنه که شما خوندید که بردار کردنش به خاطر یک چیزی که در از همین یادداشت یک کاری در زمانی وزارتی او کرده بود، به همین خاطر این آورده با چیزهای گوناگون میبافد. پس هم حتی دروغ از نام خلیفه مکتوب تشکیل میکند که خلیفه گفته است و وادار میکند که حسنک کشته شود. یا که چندین نفرایی که صاحب نفوذ بودن، سرهنگ ها، سپهسالاران، گنرال های دربار، به خاطر اینکه این شخصیت قبلا با همون سپهسالارا خوش آمد میگفت درباره اینش. ببینید یک نکته جالب، بیهقی آدم با انصاف که است، میگه که فضل و دانش و شعر و بلاغتی که زوزنی داشت میگه هیچ کس نداشت. میگه اصلا میگه مانند نداشت. اما میگه فضل جایی دیگر نشیند. اما بسیار آدم میگه خبیث بود. یعنی ببینید دانشمند، فاضل، صاحب شعر و زبان عربی شعر دیوان داشت زوزنی. لیکن وقتی به قدرت راه مییابد، همین آدم دانشمند گویا که اصلا درباره بر تمامی همون مشکلاتی که میشود، تصور کنید با اغوای این 2-3 سپهسالار رو اصلا چپه میکند. بله. زندانشون میکند. گنرال‌های مشهور بگم در و همین حادثه بعد از 5-6 سال وقتی که میدان جنگ میآید، اینا سپهسالار نمیآیند که در مقابل ترکمن سلجوقی جنگ کنند. بعد نشون میداد که چی من اشتباهی در اون زمان کرده بود که با اغوای همین و مسعود اینم بهتر میفهمد، خودی زوزنی رو برده به زندان میکنند. من همین البته کسار نمیگم، این سه کسا، این سه پرسوناژ بسیار مهمه، باید ما قریب تا آخر کتاب میرود. همش مثلا وقتی که مسعود میآید و گویا قدرت هم میگیرد، یک روش پیدا میشود. محمودیان و مسعودیان یا پدریان و پسریان، همین روش چرا اصلا ایجاد میشود در همین و این اصطلاح در بیهقی هست، یعنی پدریان و پسریان چرا این خیلی میشود؟ میدونید به خاطر چی میشود؟ ببینید مسعود وقتی که سالهای آخر، چند سالی آخری، ببینید یک چیزی معمول است که بسیار میگن که حتی یک سعدی میگه یک نفر پرسیدن که یک نفر پسری ثروتمند پرسیدن که میخواهی پدرت بمیرد تا میراثی او بگیری؟ گفت نه، میخواهم بکشندش که هم میراث گیرم هم خانبه ها گیرم. نفرایی که چشم به مالی پدر دارن، چشم به ثروتی پدر، چشم به قدرتی پدر دارن، همین گونه. این سالهای آخر که رقابت این محمود غیر از این با چند بچه داشت، لیکن این 2 بچهش مطرح بودن، بچه‌ای کلانش بودن. یکم دعوتش. بعد بعضی افراد وقتی مثلا 4-5 سال آخر معلوم شد که از یا این میشد پادشاه یا اون، دربار تقسیم شد. یک قسمش در اطراف محمد جمع شدن، یک گروه مردم، یک قسم دیگه در اطراف مسعود. البته اون نفری که جمع شدند و این اغوا رو میگن، یک گپی معروف است، این شکر دوستان که میبینی مگسانن گردی شیرینی. اونا گردی هم قدرت میخواستن گشتن که کی به قدرت صد و ما از اون برویم با اون چسب بانیم، خود ما هم از اون قدرت بنوشیم و مثال بهره ببریم. و همین ها وقتی که این تبدلات شد و اول محمد آمد، گروه طرفدار داشت و اون وقتی این آمد، وقتی که مسعود آمد، اصلا ناراحت بود. این از دست پدرش، از دست محمود ناراحت بود. و حتی بیهقی یک چیز اشاره زیبا دارد، بسیار با احتیاط میگه که حتی در وقتی محمود زنده بودن، گروهی از سپهسالاران دیدن این چند کار حتی پنهان نداشت، کارهایی که ضد پسرش کرد، اصلا فهمیدن که میخواد. حتی در وقتی در رای بودن، یعنی تقریبا 6-7 ماه آخری عمر محمود، اصلا در فکر محمود بعضی درباره گفتن که پسرت اگر زندان نکنی و این پسرت اگر در بند نکنی،
این پسر دیگر نمیتواند کار کردن و حتی این میخواست اینو بگیرد، اصلا میخواست که در آخرین لحظه گفت که حتی اون یک رسول هم روی میکنه، میگن یک خونه ساخته است اشراد میکنه، بله مثل یعنی دیسکوتک. بله اینم بیهقی میگه همین نشون میدهد که ضدیت بود و اصلا درد دل داشت از پدرش. این وقتی که به دربار اومد، نفرایی که پدرش، مثلا تصور کنید وزیری که پدرش زندان میکنند این آورده وزیر میموند، نفری که پدرش زندان میکند حسنه که این بدار میکشد، نفرای نزدیکی پدرش زندان میکنند آدمای دیگر میبیارد، دربار تقسیم میشود و بیهقی میگه که و قوم ساخته‌اند محمودیان و مسعودیان و در جای دیگه میگه پدریان و پسریان، یعنی دو فراکسی در داخل حکومت پیدا میشود. پدریان طرفدارای پدر، طرفدارای پسر. طرفدارای پدر هر کجا میشن میگن که این دولت بعدی برهم میتید، این طرفدارای پسر از اینه که اونها رو در از اونو بد شدن، اونو باید میشکستن همیشه، چون قبلا از اونو رنج دیده بودن. بله این یکی از صحنه‌های بسیار زیبای تاریخ بیهقی است که همون فضای داخلی دربار، البته درباری ناسالم، درباری که گپگویی هست، درباری که سیاه کردنی همدیگر است، درباری که حتی کشتنی همدیگر است، زهر دادنی همدیگر است، درباری که حتی طوری اشاره کنیم زنها حتی نفوذ دارند. بله خانواده، یعنی این بحث خانوادگی است اونجا استاد. بله این بسیار با زیبایی بیان میکنند و من فکر میکنم که از این لحاظم بیهقی تاریخش از بیانی، یعنی نشان خودش چون اهل خودی دربار است، از این لحاظ بی‌نظیر است این تاریخ. و باز نکته دیگه میخوام گفتن که بیهقی همین دستش در بالای قلبش میموند و بارها و گشته میگه هر وقتی که مینویسد، کدام مورخ این گپ مینویسد، هر بار که مینویسد میگوید و حتی یک جو میگه که من وقتی که این تاریخ میکنم، این درباره انصاف گفتیم، میگه افرادی که من ذکر اونها رو میکنم سالها شد بعضی اینها مردن، منم پگا میمرم و به پیشگاه پروردگار در حساب و کتاب میشوم و میخوام من چیزی مینویسم که خواننده من نگوید که شرم باد این پیر را. ببینید این گونه انصاف که انسان حتی بعد از مرگش هم فکر دارد که نه، خواننده نگوید که شرم باد این پیر را، بلکه آن بگویم که خواننده در من موافقت کند. یعنی هیچ نکته‌ای که با عقل سالم، با وجدان و با منطق سازگار نیست در کتاب گویا راه نیفتاد. حتی یک جای دیگرش بسیار برای پند زیبا میارد، میگه که همین مسعود وقتی که طرفداران برادرش که اونو برادرش را خیانت کردن از طرف وی، وقتی این قدرت گیری اونجا دست کشید، میگه همون را بد میدید، میگه اگر اینا مرد میبودن در کنار همون محمد میموندن. ببینید